بعضی موقع اتفاق میفته که شما با چرختون میخواین کار کنین و میبینین چرخ داره درجا میزنه. ایراد این درجا زدن از کار پیش بره چرخه که احتمالاً به هر دلیلی رفته پایین تر از صفحه. خب تو این موقعیت باید چی کار کنیم؟ باید کلگی چرخ رو بدیم بالا و این قسمتی که ملاحظه میکنیم یه پیچ داره، پیچ تنظیم کار پیش بره. این پیچ رو باید یه مقداری شلش کنین، نه اونقدری که دیگه خیلی شل باشه. یه دور نیم دور شلش میکنین بعد از باز شدنش و بعد میتونین کار پیش براتون رو به هر ارتفاعی که خواسته باشین تنظیمش کنین. معمولا تا قسمت خیلی بالا نباید بیاد. در نظر داشته باشین بعد از تنظیم این حتما توپی رو بچرخونین که به صفحتون گیر نکنه و بعد میتونین پیچی که شل کرده بودین رو کاملا سفتش کنین. امیدوارم از این آموزش خوشت اومده باشه و اگر چرخ ایراد داشت ایرادت رفع بشه.